صدای چرخ خیاطی مثل ضربان قلب بیرمق کارگاه در گوش سمیرا میپیچید. 9 ساعت بود که پشت همین چرخ تکه‌های پارچه جین را به هم میدوخت تا شلوار شوند. شلوارهایی که هیچ وقت رنگشان را در تن خودش یا دختر کوچکش سارا نمیدید. حقوق بخور و نمیر این ماه هم با 2 هفته تأخیر و کلی منت پرداخت شده بود. آنقدر ناچیز که حتی رویای خرید یک دفتر نقاشی تازه برای سارا هم با تردید همراه بود. سمیرا جن 35 ساله‌ای بود با دستهای پینه بسته و چشمهایی که خستگی در آنها موج می‌زد، اما هنوز کورسوی امیدی در عمقشان دیده می‌شد. امید به اینکه شاید فردا، شاید ماه بعد اوضاع کمی بهتر شود. او در محله‌ای پایین شهر زندگی می‌کرد، جایی که دیواره‌هایش از فقر و ناامیدی نم کشیده بود و فرصت‌ها مثل آب در کویر کمیاب بودند. سالها پیش وقتی شوهرش در یک حادثه ساختمانی از دست رفت، سمیرا مانده بود و یک دختر کوچک و دنیایی از مسئولیت. با هر دری که میزد به خاطر زن بودنش یا نداشتن تحصیلات عالی با درهای بسته‌تری روبرو میشد. کار در کارگاه آقای صمدی با تمام سختی‌ها و حقوق کمش تنها گزینه روی میز بود. آقای صمدی مردی میان سال با شکمی برآمده و نگاهی که همیشه روی کارگران زن سنگینی می‌کرد، تجسم تمام آن چیزهایی بود که سمیرا از آن بیزار بود. او بارها شاهد بود که صمدی چطور با کارگران مرد، حتی آنهایی که بی‌انضباط‌تر بودند، با ملایمت بیشتری رفتار می‌کرد، اما وقتی نوبت به زنان می‌رسید، لحنش پر از تحکم و تحقیر می‌شد. درخواست‌های کوچک برای مرخصی استعلاجی با اخم و تهدید به اخراج پاسخ داده می‌شد و اضافه کاری‌ها بی‌مزد و اجباری بودند. تبعیض فقط در رفتار نبود، در دستمزد هم خودش را نشان می‌داد. سمیرا می‌دانست که حقوق کارگران مرد، حتی آنهایی که کار مشابهی انجام می‌دادند، بیشتر است. وقتی یک بار جرأت کرده و در این مورد سوال پرسیده بود، صمدی با پوزخندی جواب داده بود: خانم محترم، مرد نوناور خونه است، خرج داره. شما هم اگه ناراضی هستی، کسی مجبورت نکرده اینجا بمونی. و این جمله مثل پتک روی سر سمیرا فرود آمده بود. مگر او نانآور خانه‌اش نبود؟ مگر سارا خرج نداشت؟ این نابرابری اقتصادی و اجتماعی، این نگاه تحقیرآمیز جنسیتی مثل خوره به جان سمیرا افتاده بود. هر روز صبح با طعم تلخ بی‌عدالت از خواب بیدار می‌شد و شبها با رویای دنیای دیگر به خواب می‌رفت. نقطه شکست روزی رسید که سارا، دخترک 7 ساله‌اش، با چشمهای گریان از مدرسه برگشت. مدیر مدرسه گفته بود اگر تا آخر هفته هزینه کلاس‌های فوق برنامه و لباس فرم جدید پرداخت نشود، سارا دیگر نمی‌تواند در جشن پایان سال مدرسه شرکت کند. جشن کوچکی که سارا ماه‌ها برایش ذوق داشت و در آن قرار بود سرود بخواند. قلب سمیرا فشرده شد. او تمام پسنداز ناچیزش را برای اجاره خانه کنار گذاشته بود. آن شب وقتی سارا با بغض پرسید: مامان، یعنی من نمیتونم بخونم فقط چون ما پول نداریم؟ چیزی در وجود سمیرا شکست. دیگر آن کورسوی امید در چشمهانش دیده نمیشد. جایش را خشم سرد و آرام گرفته بود. روز بعد سمیرا مثل همیشه به کارگاه رفت، اما دیگر آن زن تسلیم شده همیشگی نبود. نگاهش تیز بود و حرکاتش حساب شده. تمام روز صدای چرخ خیاطی با صدای فریادهای خفه شده درونش هم آوا شده بود. او به چهره آقای صمدی نگاه می‌کرد و در اون نه یک انسان بلکه نمادی از تمام آن چیزهایی را می‌دید که زندگیش را تباه کرده بودند. نماد فقر، نماد تبعیض، نماد ناامیدی. انگیزه مثل یک گیاه سمی در ذهنش ریشه دوانده بود. دیگر بحث پول نبود، بحث آن جشن کوچک هم نبود، بحث سالها تحقیر بود، بحث فرصتهای از دست رفته، بحث آینده سارا که نمیخواست شبیه آینده خودش باشد. عصر همان روز وقتی کارگاه خلوت شد و کارگران یکی یکی بیرون رفتند، سمیرا به بهانه‌ای در کارگاه ماند. آقای صمدی طبق معمول آخرین نفر بود که میرفت.
رفت. سمیرا با قلبی که به شدت میکوبید اما با قدم‌های استوار به سمت اتاق کوچک او در انتهای کارگاه حرکت کرد. در دستش قیچی سنگین و تیزی که همیشه برای بریدن پارچه‌های ضخیم جین استفاده می‌کرد به سردی می‌درخشید. نمی‌دانست دقیقاً چه می‌خواهد بگوید یا چه کار می‌خواهد بکند. فقط می‌دانست که دیگر نمی‌تواند سکوت کند. سکوت او انعکاس تمام فریادهایی بود که در گلویش خفه شده بودند. وقتی وارد اتاق صمدی شد، مرد